ایدگل قاسمزاده وکیل پارلمان و رئیس سابق کمیته کار با زنان و اولیه تاجیکستان روز 22 ایول در بیمارستان یکم سفید که از کرونا ویروس جان باخت. از بس که اسم کمیته زنان در زمان رهبری او بیشتر با ریتهای ضد زنان حجابپوش رسانه‌ای میشد، نفران زیاد در شبکه‌های اجتماعی مرگ رئیس سابق این اداره از کرونا ویروس را یک نوع جزای الهی عنوان کرده اظهار خوشحالی کردند و نوشتند که او راست به جهنم خواهد رفت. یکی از نفرانی که چند سال با ایدگل قاسمزاده از جمله در کمیته زنان کار کرده است و او را از نزدیک میشناسد به پایگاه خبری بامداد تماس گرفته و گفت از این اظهار خوشحالی و حکم و فتواهایی که درباره مرحوم و راست به جهنم خواهد رفتنش میخواند سخت غمگین شده است. او میگوید بسیاری ها ایدگل قاسمزاده را نشناخته به وی تمغه اسلام بدبین، دشمن ستر و ایجاب و حتی کافر بزنند. ببینید معلومات در پشتش یگان پشتیبانی به قوت نداشت و از بس که از جنس لطیف هم بود از مقامات امنیتی و حفظ حقوق سخت میترسید. آنها از این سوء استفاده میکردند. بسیار وقت چنین میشد که حتی یک جوان تازه به امنیت به کار درآمده به پیشش میدرآمد و فرمان میداد که چند کارگر را جدا کند، باید رید گذرانند. او نه گفتن نمیتوانست، میترسید، قبول میکرد. به دلیل اراده سست و جسارت نداشتنش دیگر این لیتنانچه ها در کابینت او را آخرچه کرده بودند. در اصل بیچاره هیچ بدبینی نه به اسلام داشت نه به مسلمانان و نه کار به لباس و رویمال مردم. سیاست چنین بود و او مجبور بود زیر همین طبل سیاست برقصد، وگرنه همه خوب میدانیم که با وجود وزیر شدنش قریب همیشه کرته تاجیکی در تنش داشت و یک زن سنتی بود. نقل کرد این صحبت بامداد. این اظهار خوشحالی و فتواهای به جهنم فرستادن در واکنش به مرگ ایدگل قاسمزاده قسمی از کاربران را حتی در میان مخالفین نگران و ناراحت کرده است. از جمله تیمور ورقی، شاعر و خبرنگار و رهبر انجمن دیگر اندیشان تاجیک، یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان، در فیسبوک نوشت که این خوشحالی ها نسبت به مرگ این منصبدار حکومت امامعلی رحمان را قبول ندارد. رقصیدن در بالای جسد نه از لحاظ انسانی و نه از لحاظ مسلمانی درست است. خداوند رحمتش کند، نوشته است تیمور ورقی. شادمان شایمردوف نیز در پاسخ به آنهایی که ایدگل قاسمزاده را به جهنم میفرستند نوشته است که ایدگل قاسمزاده یک زن تاجیک و اعتقاد محور بود. این را همچون فردی میگویم که شخصا او را میشناختم. بسیار خانم و مادری مهربان و از همه مهمتر خاکسار و زمینی بود. یک روز دعوت کرده و گفت که بچم میخوام در حق گذشتگان یک ختم قرآن کنم. گفتم میخونیم و خوندم. چون خونهش رفتیم حتی شوهرش هم یک انسان بی نهایت خاکسار و به اصطلاح دامبلو برآمد. حرفهایی که او پیرامون ستر و حجاب گفته بود سیاست بودند نه اعتقادی. ژورنالیست تاجیک زفقبک سعیدامینی با ذکر خیر و یادآوری از دیدارهایش با ایدگل قاسموف که بسیاری ها را از جمله زفقبک را با مهر بچم گفته خطاب میکرد، از آنهایی که این زن مرحوم را به جهنم میفرستند پرسیده است که آیا کدام آنها کلید در جنت و جهنم را در دست دارند که به جای خداوند چنین تصمیم بگیرند؟ متاسفانه از دیشب خیلیها به خودشان اجازه دادند تا به نفر ففتیده بدگویی نمایند و او را به جهنم فرستند، گویا همه فرشته‌اند و در دست راحت جنت را دارند، حالا که هیچ کدام ما از آخر کارمان آگاه نیستیم. این هم در حالی که ما مسلمانان باور داریم الله رحمان و رحیم است و توبه ما را تا پیش از جان کندن قبول میکند و با یک عمل شایسته میتواند گناههای ما را ببخشد. بیایید در حق یکدیگر دعای هدایت و مغفرت کنیم. به خودمان اجازت ندهیم که یکی را به جنت یکی را به دوزخ بفرستیم، چون حالا از عاقبت کار خودمان خبر نداریم. الله اپای ایدگل را رحمت نماید و عملهای خیرش را که برای بیوه و بیچارگان نموده بودند دستگیری آخرتش سازد. آمین. نوشته است زفقبک سعیدامینی.